بیننده رادیوی آزادی سلام، درود همه آنهایی که همین لحظه ها در پخش مستقیم ما رو تماشا میکنند و یا در چند دقیقه دیگر به صحبت ما خواهند پیوست. شالوی گلخوجه هستم، چون همیشه در ساعت 7 با وقت پراگ با صحبت خود و با خبرهای تازه در خدمتتان و تشکر میگم که ما رو منتظر میشوید، ما رو هر صبح تماشا میکنید و خبرهای نو رو از تاجیکستان و جهان دائم از رادیوی آزادی میشنوید. خب امروز پنجشنبه است 28 مارد و پیش میگم که خبرهای زیاد دارم در دست که میخوام به سهم شما برسونم، اما قبل از این چون همیشه نخست از باد و هوا میگیم و با هواشناسان هوای امروز پراگ رو بارانی پیش بینی کردند. حرارت سنج در جریان روز 10 درجه گرمی رو نشون خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه برف کوتاه مدت پیشگویی شده است، روزانه گرمی 2 درجه بالای صفر قرار میگیرد. در دوشنبه باشد امروز بریدن باران در نظر است، انتظار می رود که در دوام روز حرارت تا 20 درجه برسد. خب همین لحظه ها که من با شما صحبت دارم، جلسه حکومتی در دوشنبه جریان دارد و احتمال می رود که در آن مسئله بحث برانگیز مربوط به نرخ اینترنت در تاجیکستان بررسی شود. خب از همین خاطر صحبت های ما را دنبال کنید، چون من حتما در دوام روز این موضوع را خواهیم داشت و من همین را می خواهم یادآور شوم که هنوز روزی گذشته مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان با مقامات خدمات زیدی نسوری وارد گفتگو شدند تا نرخ اینترنت رو تا حد ممکن پایین بیارند. قرار بود روز 27 مارد یعنی دیروز نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظر داشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سومانی تعیین شود. اینچنین نرخ گفتگوهای تلفنی 10 برابر باید می‌افزود، اما روز چهارشنبه در مرکزهای خدمت رسانی مگافون، تسل، بابلون و بیلاین به رادیو آزادی گفتند تا حال بسته‌های اینترنتی رو به مشتریان با نرخ کهنه میفروشند. یک منبع در شرکت بابلون گفت نرخنامه نو آماده شده است، ولی دلیل ادامه مذاکرات با خدمات ضد نسوری آن را به مردم اعلان نکردند. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان روز 27 مارد در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا حالا مذاکرات رهبران شرکت‌ها با نمایندگان خدمات ضد نسوری ادامه دارد. شرکت‌ها تلاش دارند که مقامات خدمات ضد نسوری را به پایین آوردن نرخ اینترنت متقاعد سازند و شرکت‌ها امیدوارند که در نهایت مقامات راضی می‌شود. و ارکایف گفت امروز نخستین روز کاری بعد تعطیل نوروزی است و باید 2-3 روز دیگر انتظار شویم که جانب‌ها به توافق نهایی برسند. قبلا شرکت‌های موبیلی تاجیکستان از خدمات ضد نسوری رسما خواسته بودند که بالا بردن نرخ اینترنت را بازبینی و یا تا 1 می امسال به تأخیر گذارد، چون آنها هنوز برای اجرای این قرار آماده نیستند، اما این درخواست شرکت‌ها قبول نشده بود. رجب علی محسودینوف کارمند ریاست حمایه و رقابت خدمات ضد نسوری تاجیکستان در مورد مذاکرات و اجرا نشدن قرار این نهاد جواب نداد. او خیلی کوتاه گفت که نشد چیکار کنیم و گوشی را گذاشت. طبق قرار خدمات ضد نسوری از 4 مارد شرکت‌های موبیلی وظیفه‌دار بودند که روز 27 مارد نرخنامه‌های نو خود را اعلان کنند. در این میان وزارت عدلیه تاجیکستان در پاسخ به مراجعه انجمن شرکت‌های موبیلی گفت قرار خدمات ضد نسوری برای سنجش و ثبت به این وزارت وارد نشد و تا زمانی تهیه این مطلب دریافت نظر مسئولان خدمات ضد نسوری به این سال که آیا چرا آیا اجرا نشدن قرار آنها از سوی شرکت‌های فراهم کننده اینترنت به همین موضوع ربط دارد یا نه امکان ناپذیر شد. خب به تصمیم بالا بردن نرخ اینترنت در تقریبا 1 ماه اخیر به بحث خاص و عام در تاجیکستان تبدیل یافته است و در تاجیکستان بنا به ارزیابی‌های گوناگون از 15 تا 40% اهالی از اینترنت استفاده می‌برند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون کاربران اینترنت است. خب به هر صورت ما به مثل شما بینندگان عزیز منتظر خواهیم بود که امروز به چه نتیجه مقامات و شرکت‌های موبیلی خواهند رسید. دادگاه خوجند یک منصبدار سابق اداره زمینی حکومت این شهر را بار دهم برای زمین فروشی و آبولای کردن صدها هزار سومانی پول ساکنان عیبدار دانست و همراه یک میانرو به مهلت‌های طولانی پس پنجره زندان فرستاد. خورشید اومدقولوف متخصص سابق اداره زمین خوجند و میانرو موین منصورов را دادگاه برای خلابی، ساختکاری سندها و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار اعلان و به مهلت 12 و 13 سال حبس محکوم
کرد. بر علاوه اومدقلوف با قرار دادگاه با پرداخت 200,000 سومانی جریمه به فایده دولت موظف کرد. دادگاه با تطبیق قانون عفو از مهلت حبس منصورов 31 را کم کرد. شماره جبریده‌ها سال 2016 33 نفر و مبلغی که آنها برای صاحب زمین شدن به میان روان عمدتاً به اومدقلوف و منصورов دادند بیش از 450,000 دلار اعلان شده بود. وکیل دفاع اومدقلوف روز 28 مارس به رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش از مبارزه چندین ساله بی‌ثمر برای سبک کردن جزا خسته شد و این بار به حکم دادگاه تن داد. خورشید اومدقلوف در مجموع 10 بار با جرم قلابی در رابطه با فروش زمین به ساکنان و به اصلاح آبولای کردن پول آنها محکوم شده است. نظیر نبیف وکیل دفاع خورشید اومدقلوف در صحبت با رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش در مرافعه دادگاه گفته است که او 70 تا 80% مبلغ‌های از ساکنان گرفته‌اش را از خود نکرده آن را به منصبداران دیگر داده است. از این رو نمی‌تواند مبلغ ساکنان فریب خورده را برگرداند. طور جبریده‌ها میگویند در وقت تفتیشات آنها را با چند نفر از مسئولان اداره زمین شهر خوجند روبرو کردند که آن زمان با سندهای در کامپیوتر کپی شده آنها را فریب داده از 7 تا 14,000 دلار آنها را گرفتند و با آنها قطعه زمین ندادند. اما تا کنون یگان منصبدار بلندپایه در این قضیه به جزا کشیده نشد. پس از اعلان حکم نهایی دادگاه نسبت به خورشید اومدقلوف و معین منصورov جبریده‌ها باز هم میگویند که از حکم دادگاه راضی نیستند زیرا منصبداران اصلی که آنها را فریب داده و از پول و زمین محروم کردند در آزادی میباشند. آنها از آن ناراضی‌اند که صاحب قطعه زمین نشدند و پول‌های به میان روان داده خود را نیز بازپس گرفته نتوانستند. دسترسی به زمین و تقسیم عادلانه آن یکی از مسائل داغ در تاجیکستان کم زمین به شمار می رود و باید گفت که کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت در سال 2017 تقریبا 500 جنایت کروپسیونی را آشکار کردند. بنا به آمار این نهاد از همه بیشتر فروش و تقسیم غیرقانونی زمین در مجموع 179 جنایت آشکار شده است. خب اکنون نگاه میاندازیم به خبرهای جهانی و بعد از این باز برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکان و تاجیکستانیان و تاجیکستان. از همین خاطر تا با آخر صحبت ما را همراه باشید چون من بازم درباره قرب اسعار خارجی برای شما حتما یادآور میشوم. فرستاده خاصی امریکا که مشغول جستجوی راه حل‌های خاتمه دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان از به کابل برمیگردد. بازگشت زلمه خلیلزاد در زمان اتفاق میافتد که تنش بین امریکا و افغانستان بنابر حضور نداشتن حکومت در گفتگوها با طالبان اوج گرفته است. زلمه خلیلزاد روز 26 مارس در توییتر نوشت من دیگر باره در راه به سمت بیشتر کردن دستاوردهایی هستم که ما گذشته به دست آوردیم. ما تلاش‌ها برای به هم آوردن افغان‌ها برای بحث درباره آینده کشورشان را بیشتر میکنیم. زلمه خلیلزاد چند دفعه با طالبان درباره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان گفتگو کرده است. حکومت شکایت دارد نمایندگان آن از این گفتگو در کنار ماندند. طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده امریکا نامیده از گفتگو با نمایندگان حکومت سرپیچی میکنند. وزارت امور خارجه امریکا گفت که زلمه خلیلزاد با حکومت افغانستان و افغانهای دیگر درباره گفتگوی امریکا با طالبان تلاش‌های برای به هم آوردن گروهی فراگیر مذاکره کننده و قدم‌های بعدی برای مباحثات و مذاکرات بین افغانی صحبت میکند. مقامات در ایران میگویند که بر اثر بارانگاری‌های شدید و سیلخزی چند روزی اخیر در این کشور 34 نفر جان باخته و بیش از 125 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغانستانی هم مرز با ایران هم از هلاکت بیش از 25 نفر بر اثر بارانگاری‌های روزهای گذشته خبر دادند. طبق گزارش‌ها ده‌ها شهر و چندین منطقه در 20 ولایت ایران زیر آب ماندند. تا شب گذشته شماره قربانیان 32 نفر گزارش شده بود. بنا به گزارش‌ها در پی بارش سخت باران و جاری شدن سیلاب در این کشور چندین نفر ناپدید شدند و احتمال دارد شماره قربانیان بیشتر باشد. مردم بسیاری منطقه‌های سیل زده حالا به آب آشامیدنی دسترسی نداشته و به کمک‌های اولیه نیاز دارند. حکومت ایران دستور داده است که به سیلاب زده‌ها کمک‌های فوری رسانده شود. حسن روحانی روز چهارشنبه به ولایت‌های گلستان و مازندران سفر کرده و روند تقسیم کمک‌ها به سیل زدگان را نظارت خواهد کرد. مسئولان فرودگاه مشهد اعلام کردند که
ки бинобар фаромадани туман парвозҳои вурудӣ ба ин фурудгоҳ аз субҳи чоршанбе қатъ карда шуд. ду роҳи аслии вилояти Хуросони Разавӣ низ дар пайи боришотҳои шадид баста шуданд. фурудгоҳи байналмилалии Машҳад пас аз фурудгоҳи Меҳрободи Теҳрон дуввумин фурудгоҳи пуравтоомади Эрон аст ва рӯзона ба сурати миёна байни 180 то 250 парвоз дар он ҷо анҷом мешавад. این селхезиҳо дар Афғонистони ҳамсоя бо Эрон низ талафоте дар пай доштааст ва тавре дар болотар ҳам гуфтам ба қавли мақомоти афғон бар асари бориши борон ва омадани сел дар ин кишвар беш аз 25 нафар ҷон бохта ва зиёда аз 100 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. бахши Афғонистони Радиои Озодӣ бо такя ба мақомоти ҳукуматӣ мегӯяд ки эҳтимол дорад шумораи қурбониён афзоиш ёбад. ба итлои ин бахш бар асари боронгариҳо ва фаромони сел 6000 хона вайрон ва садҳо нафар бехономон шуданд ва ба кӯмак نیاز دارم. و بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان، اما قبل از این دیگر بار درود میفرستم به همه اونهایی که همین حالا به رادیو آزادی پیوستن، یعنی به آزادی ویدیو و از آنجا صحبت ما رو تماشا دارند و من در چند دقیقه دیگر باز خبرهای مربوط به تاجیکستان رو برای شما خواهم گفت. دادگاه اسماعیلی سامانی حکم 2 نفر رو برای دزدی و راهزنی و قتل یکی از مربیان معروف تاجیکستان صادر کرده است. به همین ترتیب طالب جان علیف را به 16 و اصل‌الدین بیکوف را به 14 سال زندان محکوم کردند. در پی راهزنی این 2 نفر پالیکوف ایوان 82 ساله قهرمان 4 کاراته تاجیکستان هلاک شده بود. بر اساس تفتیشات علیف و بیکوف شیشه تریزه خانه پالیکوف ایوان را در ماه دکامبر شکسته به منزلش وارد شدند. صاحب خانه از شکستن صدای تریزه خبر یافته از جای خوابش نیمخیز شده است، اما علیف با کرسی به سر پالیکوف زده، سپس به سر و روی جبر دیده 2 مشتی دیگر میزند. طبق اطلاع دادگاه حملگران از جیب کورتکه‌ای در در حجره آویزان بوده تخمینا 2000 سومانی پول نقد، یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ، یک جفت مدال افتخاری و یک عدد گرمکنک برقی یعنی رادیاتور را تصرف نموده از جای حادثه فرار میکنند. ایوان پالیکوف قهرمان 4 کاراته تاجیکستان در کشتی یونانی و رومی و طرزی آزاد و مربی شایسته تاجیکستان بعد چند روز این حمله دقیق‌تر 13 دکامبر سال 2019 در بیمارستان قریه بولو درگذشت. متهمان در مرافعه گناهشان را اعتراف کرده از دادرس خواستند جوانی آنها را به نظر گرفته نسبت آنها جزای سبک تعیین کند، اما دادگاه برای مجموع جنایت‌ها اصل‌الدین بیکوف و طالب جان علیف را به مهلت‌های طولانی زندانی نظامش پرزور محکوم کرد. هر روز در تاجیکستان به حساب میانه از 6 تا 7 دختری به سن نکاح نارسیده ازدواج میکردند. این آمار را وکالتدار حقوق انسان در معروضه سالانه خود نشر کرده گفته است دادگاه‌های کشور 99% پرونده‌های مربوط به مراجعت والدان را قانع کرده و در اکثر موارد حالت‌های استثنایی را به نوبت نگرفتند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش سالانه خود درج کرده است که بر اساس آمار رسمی دادگاه عالی تاجیکستان در یک سال اخیر دادگاه‌های کشور به حدود 2500 نفری به سن نکاح نرسیده اجازه دادند ازدواج کنند. این نهاد میگوید در یک سال گذشته یعنی در سال 2018 دادگاه‌های کشور 2493 عدد پرونده‌های اولیوی را عاید به کم کردن سن نکاحی بررسی نموده. از این تعداد 99% این درخواست را قانع کردند، ولی در اکثر موارد حالت‌های استثنایی به نظر گرفته نشده است. در تاجیکستان سال 2010 سن ازدواج 1 سال بالا برده شد و دختران از 18 سالگی حق برپا کردن اولیه را به دست آوردند. مقامات هم گفتند که این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بلاغت و آگاهانه اولیه برپا کرده از عروسی‌های برمحل جلوگیری شود. یک دلیل دیگرش هم جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعدت در تحصیل دختران بود. همچنین در کشور تنها در حالت‌های استثنایی و آن هم با اجازت دادگاه نکاح با افراد زیر 18 ساله را اجازت می‌دهند. در حالت یتیم و نیمه یتیم بودن دخترها دادگاه‌ها به طور استثنایی به عروسی دخترای 17 ساله اجازت می‌دهند. حامیان حقوق ازدواج‌های برمحل را همچون نقض حقوق دختران نورس ارزیابی کرده می‌گویند چون ازدواج‌ها به معنای اساسی فعالیت و
رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها انتقاد می شود. علاوه بر این ازدواج‌های برمحل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت عائله‌داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارهای خانوادگی می‌گذارد. حالت‌های دچار خشونت شدن این گروه دخترها هم که یک سببش ناآمادگی به روابط جنسی و حیات عائلوی میباشد کم نیست. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 13 حالت به شوهر دادن دختران به سن نکاح نرسیده و 16 حالت بستن عقد نکاح با شخصی که به سن نکاحی نرسیده است آشکار و نسبت والدان آنها چاره‌های قانونی دیده شده است. و طوری هم گفتم در پایان صحبت رو می‌آوریم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 با 9.43 درهم، 1 یورو با 10.63 درهم و 1000 روبل روسی با 145.40 درهم خرید و فروش می شود. یعنی اگر شما توجه کرده باشید روبل روسی نسبت به چند روز پیش اندک پایین طرف است. خب بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما برای همراهی و فراموش نکنید تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر من با شما باز ملاقات دارم در سرخط خبرهای روز با خبرهای تازه و موضوعهای مهم تاجیکستان و جهان، از جمله درباره تفصیلات جلسه حکومتی تاجیکستان خواهیم گفت که همین لحظه ها ادامه دارد و احتمال در آن درباره نرخ و نوای اینترنت که باید از دیروز قیمت میشد بررسی خواهد گشت و همچنین احتمال می رود که بعضی دیگرگونی ها در این مورد صورت بگیرند. از این رو ما رو تماشا کنید و همچنین گزارش‌های دیگر هم داریم درباره مشکلات بی‌برقی در تاجیکستان و چرا تا هنوز لیمیت برق در خانه‌های تاجیکان وجود دارد. در این باره هم با شما صحبت خواهیم کرد و باز چند موضوع دیگری روز نیز هست که فکر می‌کنم برای شما نیز شنیدن آن جالب خواهد بود. از این خاطر ما را در صحبت‌های بعدی و همینگونه در برنامه‌های خبری تماشا کنید. ضمناً بار دیگر برای شما یادرس می‌شوم که شروع از روز دوشنبه برنامه های ما به وقتی تابستانه میگذرند و 1 ساعت پیشتر شما میتونید آنها رو تماشا کنید. هرچند در پراگ تقدیم خبرها و صحبت ها وقتش تغییر نمییابد، اما در تاجیکستان و مسکو شما این صحبت ها رو 1 ساعت پیشتر خواهید دید. یعنی در مسکو صحبت ما که همین نوید بامدادی نام دارد شما ساعت 8 میتوانید نه ساعت 9 آن رو ببینید و همین گونه برنامه خبری نیز ساعت 2 تقدیم می شود. در دوشنبه باشد برنامه خبری از روز دوشنبه ساعت 4 منظوری شما خواهد گشت. از این خاطر برنامه های ما رو بازم دنبال کنید. برای شما روز خوب می خواهم و منتظر ملاقات های بعدی با شما هستم.